روباه بیچاره جرمش اینه که زیباست و دومش قشنگ بوده، کشتنش و دومش رو بریدن. واقعا این روباه به این قشنگی بیچاره آخ 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 با یه چیزی زدن، زخمی هم شده. روباه ماده هم بوده، دنبال غذا بوده. خدایا انسانیت کجاست؟ اومدن اینجا سگ نگهبانا با تیر زدن، سگ عقیم شده. آخه این چه گناهی؟ آخه این سگ چه گناهی کرد؟ شماره من آقا اینو می سگ دیگه، اینم عقیم شده، پلاک داره گوشش. اینو میگه سگ اینکه شماره هم داره پلاکش. اخته شده. آخه این سگ چه گناهی؟ عقیم شده. چه گناهی کرده است که بکشنش؟ این کیس توله تصادفیه که پاش داغون شده. الان گذاشتمش تو ماشین ببرم امدادش کنم. تو را خدا، تو را به هر که میپرستید این بیچاره ها را قلاده نبندید. نگاه کنید چه جوری کرم افتادن. صبح تا هر چی ماده ضد عفونی میزنیم، این بیچاره آخه چه گناهی داره؟ به خاطر بستن یه تناب. ببینید کرما رو ببینید، نگاه معدن کرما اینجا. این حمید بندری یکی از بچهای نیکیه که واقعا از بچه‌ها کم، بچه‌های حیدری. هر وقت صداش میکنیم میاد. اون یه بتادینو باز کنید بدید. این چاله از اینجا خراب کردن، طولای این بیچاره رو بردن. واقعا چی گیره دنیا؟ چرا؟ اینو باید تا 2-3 ماه این مادرش چجوری ناله میکنه. اینو باید تا 2-3 ماه واقعا پیش مادرشون باشیم. آره یکم آبیات. بشین فرار نکن جان مادره. وایس داد نزن. ببین این طوله‌ها دوتاشون رو زخمی کردن. جانم دردش میاد. چشمش پر عفونته. حالا آنتیبیوتیک رو براشون شروع کنیم.